پس بقاء تمدنی رو اینا دارن چجوری میبینن؟ با نئولیبرالیسم. دوست داشتن یکی وجود داشته باشه بلندش یه فیلم درست کنه، مثلا تو این سینماگرای ما مثلا فرض کنید یه کاراکتری مثل باربی بیاد یه پسر عاشق پسر ایرانی بشه، مثلا پیام اینجوری. نه تنها نیست، ضربه آخری که زدن فیلم نیست که یه هنرپیشه ایرانی بازی کرده با دیکاپریو. من 4 سال پیش از این دلم میسوزه. 4 سال پیش تو حوزه علمی کلاس داشتم، سر بعضی از بخشای کلاس‌های آزادمون خبرنگارا هم میومدن. من به یه فیلم توی سینما دیدم، فیلم جای دیگر، همین خانم بازی کرده بود. من اعتراض کردم، خبرگزاری ها مثل خبرگزاری نمیدونم مهر، فارس اینو منعکس کرد که آقا فیلم جای دیگه یه فیلم تو سینمای استراتژیکه و این فیلم بسیار فیلم خطرناکیه. فیلم جای دیگه، توی فیلم جای دیگر این خانم نقشش رو داده بودن ایفا میکنه. یه جزیره است، یه سری ایرانی فرار کردن تو اون جزیره که از اونجا یه کسی بیاد اینا رو ببره به خارج. یه آدم به اصطلاح دو جنسیتیه، یه آدم مثلا سیاسیه، کسی رو از شوهرش فرار کرده. این خانم تو اون فیلم یه دختر جنوبیه که حامله شده، معلوم نیست کی اینو حامله کرده، برای اینکه بچه‌شو سقط نکنه از ترس خانواده‌اش فرار کرده اومده که اینجا بره بیرون. یکی از هنرپیشه‌های به اصطلاح روشنفکر تو این فیلم هست که این فرد قبلا جبهه میرفته، عکاس بوده توی جنگ. عکاس یعنی کسی که ثبت میکرده وقایع جنگ رو. این میاد تو این فیلم میشه محافظ و مراقب این دختره، یعنی کسی که به این زنه نماد سرزمین، نماد عقیده تجاوز کرده، اینو بچه دار کرده و این سرزمین و عقیده نمیخواد این چیزی که ازش حامله شده بذاره زمین. وقتی میخواد از اینجا بره بیرون، از کشور فرار کنه، حالا کی میشه محافظش؟ کسی که قبلا از این سرزمین دفاع میکرده، ثبت میکرده صحنه دفاع مردان این سرزمین رو و خون دادنشون رو بابت اینکه مثلا مام میهن، زنان میهن و عقاید رو حفظ کنن. خیانت فرهنگی که اون افرادی که این فیلم رو ساختن و پخش کردن و آمریکایی بودنشون امروز که این فیلم جدید خانم ساخته شده رو میشه که همه با هم خواب بودن. هیئت اسلامی هنرمندان اون روز یه برنامه گذاشت برای ما، همون 83. رفتم گفتم آقا این فیلم جای دیگر، این فیلم خطرناکه ها، این ادامه داره. امام میفرمود اینو برای 100 سال آینده برنامه ریزی میکنن. این خانم رو چرا شما برمی‌دارید تو فیلم‌های انقلابی ازش استفاده میکنید؟ میم مثل مادر، نمیدونم چی. این سینماگرایی که قول سینمای دفاع مقدس و سینمای روشنفکری محسوب میشن، حداقل این ادبیاتایی که من براتون امشب گفتم رو نمیدونن. خب این فیلم پخش شد، یه صحنه داره تو این فیلم، همین آقا علی مصطفی با همین خانم میرن سر خرابه‌های اون جزیره، خرابه‌هایی که تو جنگ‌های قدیم ایرانی‌ها دفاع کردن، ویران شده. میگه نقل به مضمون جمله است، حالا فیلم خودتون ببینید. میگه که چرا قدیمی‌های ما مقاومت می‌کردن؟ مرزها برای چیست؟ یعنی چرا اجازه نمیدید هر تجاوزی صورت بگیره؟ چرا می‌ایستید؟ یعنی پیام این فیلم تسلیم مطلق تو گفتگوی تمدن‌ها. بذارید تمدن غرب بیاد بگیره. چه کار دارید که این از کجا حامله شده؟ بذارید عقیدتون حامله بشه، بذارید سرزمینتون اشغال بشه، نطفه انسان غربی بیاد تو این سرزمین ریشه بدوانه. عراق گرفته 1,600,000 تا کشته، رها برده همین فضای باز فکری، فرهنگی و ناتو سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره. اون روز گفتم این ادامه خواهد داشت. حالا فیلم رو بازی کرده با دیکاپریو اولا خودش هنرپیشه همجنس باز. این یک. زن تو ادبیات سینمایی یعنی نماد سرزمین. وقتی این میاد عاشق این خانم میشه، اولین برخوردی که با هم دارن میگه چی؟ میگه تو ایرانی؟ میگه نه پدرم ایرانیه. این فیلم برای مصرف داخل ساخته شده، با استانداردهای هالیوود نیست. گفتم یه جوری بسازی فعلا داخل ایران مقاومت زیاد نشه، خیلی به هنرمندا فشار نیارن، فضا بد نشه، سنگین نشه. بله خانم تو این فیلم پوشیده است. هنجار ارزش‌های نیکول کیدمن، دمی مور و دیگران توی نمیدونم توارداشون و رفت آقاشون تو این فیلم نیست. اما علنا میگه انسان ایرانی، من این فیلم رو برای داخل جامعه تو ساختم. تو که از زمان کشتی تایتانیک تا به امروز دیکاپریو رو میشناسی، از دار و دسته نیویورکی ها تا به حال دیکاپریو رو میشناسی و فکر می‌کنین چهره علاقه‌مندی است و تو جوان ایرانی که به این سمپاتی داری، ببین عاشق سرزمینه، تو عاشق عقیده توئه. آخر فیلم وقتی میاد از بیرون نگاه میکنه به اون بیمارستان و این دختر رو اون داخل میبینه، یعنی من از بیرون سرزمین تو ایستادم و عاشق تو هستم.
الغای روانی. وقتی احمقی به نام هنرمند بلند میشه تو روزنامه می‌نویسه بالاخره داریم دیده میشویم، بی شرف ناموست هم ببرن بخوابونن تو رخت خواباشون، می‌نویسی که دیده میشویم. روزی که داد زدم سر بردن دختران ایرانی به دبی، ته بحثم گفتم که این یک مسئله امنیت ملیه، مسئله 4 تا دختر نیست. قاضی تو دادگاه در اومد گفت که آقا حالا اگه خانم خودش دلش خواست بره چی؟ گفتم آقا مثل تو گوش نکردی بقیه‌شو. من به عنوان متخصص علوم استراتژیک دارم میگم مسئله امنیت ملیه. برای این تمدن حیا مطرحه، حیا که اگه زده شد نابود میشه. اینا آمدن سراغ زنان و دختران جامعه ما. حالا دل خودش خواست بره، اون هنرپیشه و اون سینماگر نفهمی که بلند میشه این آدمو بوت میکنه تو 10 تا فیلم سینمایی شاخص دفاع مقدس. اگر نگفته بودم اون روز توی قم، اگر خبرگزاری‌ها منعکس نکرده بودن، اگر هیئت اسلامی هنرمندان برنامه نذاشته بود، همه اینا رو جمع نکرده بود، نگفته بودن، میگفتن که نگفتیم. میگفتن محیط روشنفکری کشور مدیران فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو توجیه نکرده. اما امروز این فیلم رو ساختن. ببینید کی بوده؟ اگر همین آدما رو تو رخت خواب نه دراز نکردن و بعد فیلم درست نکردن و الها نکردن به جوان ایرانی که ببین انسانی مثل دیکاپریو، شامپن و دیگران نگاه کن، ببین الپاچینو، ببین رابرت دونیرو عاشق سرزمین و عقیده تو هستن. وقت احمق بلند میشه توی مملکت می‌نویسه که دیده میشوی. شاید تو دوست داشته باشه ناموست رو ببری بخوابونی کنار دست انسان غربی، اما این مملکت 7000 ساله با غیرت رو پامونده، حتی زمانی که اسلام توش نبوده. شما اون روز کجا بودید که خون داده میشد تا این مملکت ذره ذره و میلیمترش دست غربی ها و اسرائیلی ها، عراقی ها و دیگران نیفته؟ شما که حداقل ادبیات سینمایی رو نمیدونید، حداقل تراژدی دیونیزوسی آپولونی رو نمیدونید، حداقل نمادها رو نمیشناسید. دیدید یه آدمی از راه رسید یه فیلم اخراجی ها ساخت که میگفتید شما اصلا سواد ندارید، شما حزب اللهی ها، رو دست همه محیط روشنفکری سینمایی شما زد. حالا ما توی این محیط هی میخوام حرف نزنیم، هی میخوام چیزی نگیم. آقا این چه مصیبتیه که سر این مملکت اومده؟ وقتی گفتم این خانم این فیلم جای دیگر رو بازی کرده، داره دعوت میکنه که بیاید ما رو تصرف کنید، دعوت کنید، اشغال کنید ما رو. اگر جنگ خاص صورت بگیره مقاومت نکنید. این پیام ضد مقاومت داره این فیلم جای دیگر. چرا دستگاه اطلاعاتی ما با این فیلم برخورد نکرد؟ چرا دستگاه قضایی ما برخورد نکرد؟ حالا همه موندن چیکار کنن با اینکه این خانم رفته فیلمو بازی کرده؟ حالا پوشیده بوده، مثل که کلاهگیر سرش بوده. مگه فرق هم میکنه صحنه دیگه که این خانم برهنه ایستاده جلو داره مصاحبه میکنه اونم باز کلاهگیر سرشه؟ چرا کلاه شهری سر خودتون میذارید؟ چرا آدمی که روز قبل من بهتون گفتم داد زدم امروز اسنادش موجوده که بابا این آدمو دارن مطرح میکنن که یه روز بزنن رو هنرپیشه‌های غربی، حواسشون نبود. حیثیت سینمای کشور اینجوری میره. اون خانم مثل همون فاحشه‌ای که میره دبی، اون با اختیار خودش داره میره این فیلمو بازی میکنه، اما اون خانم ایرانی نیست. سرزمین ایران به هیچ وجه تصور توسط هیچ سرباز آمریکایی اشغال نخواهد شد. خطبه 27 نهج البلاغه به ما گفته ذلیل و خوار نشد مگر کسی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. ما پیرو علی هستیم، اجازه نمیدیم سرباز آمریکایی بیاد توی سرزمین ما. اندیشه اسلامی و ایرانی توسط اندیشه لیبرالیسم حامله نخواهد شد. اینو یادتون باشه. روشنفکرای سکولار، سینماگرای ایرانی و استراتژیستای غربی، مادامی که ما اینجا ایستادیم، چشم ما بازه، ذهن ما بازه، طول و عرض و ابعاد تفکر شما رو شفاف میکنیم و بزرگترین ضربه به یک تفکر مهاجم اینه که مشتشو باز کنیم. من نگفتم که نئولیبرالیسم داره نابود میشه. شوزف استگلیتز گفت. خیلی قبل از اینکه فرانسیس فوکویاما بگه آمریکا داره میپاشه من گفته بودم. لذا بازم دارم میگم، تأکید میکنم، شاید وزارت ارشاد جمهوری اسلامی خواب باشه، شاید دستگاه تبلیغاتی ما ندانه، شاید نظام روشنفکری ما متوجه نباشه، اما صرف بازی یک خانم کنار دسته هنرپیشه همجنس بازی نیست، بلکه مسئله اینه که زن در ادبیات نمایشی یعنی سرزمین و
عقیده و وقتی یه کسی بهش دل میبنده یعنی میخواد بیاد اون سرزمین و عقیده رو تصرف کنه. و این از اندیشه ایرانی، سرزمین ایرانی، تفکر ایرانی و زن ایرانی به دور. مگر مرد ایرانی مرده باشه چنین اتفاقی بیفته؟ گفتم که بدانند که ما میدانیم و ما بیداریم. حالا هر کی میخواد بره تو هالیوود هر غلطی دلش میخواد بکنه، هر کی میخواد توی مملکت بانک بسازه، هر کی میخواد منطقه آزاد تجاری ایجاد کنه، هر کی میخواد لیبرالیسم رو در اقتصاد و فرهنگ و سیاست به هر شکلش بیاد پیاده کنه. ما بیداریم و میستیم و ایستادیم و پیام قرآن اینه که فإن حزب الله هم الغالبون. غلبه میکنه. از درون فساد و انحطاط تمدن لیبرالی داره مثل خوره داره میخورش. دیگه حالا با فیلم نمیدونم دستگاه هالیوود میتونن رو پا نگرش دارن. به این خاطر و از این منظر گفتم که دوستان بدانن 4 سال پیش گفتم از خواب بیدار نشد دستگاه فرهنگی کشور. امروز میگم برای 4 سال دیگه. و این سینمای ناتو فرهنگی سربازانی داره. سربازانش از اونور مرزها نیستن، سربازانش داخلن. اسمشون استاد دانشگاه میشه، خبرنگار میشه، مدیر اقتصادی و بانک میشه، آدم منطقه تجاری